الحمد لله وحده والصلاة والسلام علی نبی بعده. اما بعد، امروز باشد عزیزان دل بنده تصمیم گرفتم در اطراف یک حدیثی را که امام احمد رحمت الله علیه روایت میکند از جناب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میگویند در بنی اسرائیل دو مرد بودند به هم پیمان دوستی کرده بودند که همیشه اطاعت و فرمانبرداری الله را میکنند. با گذشت وقت آن دو دوست یکتش به عبادت بود، بسیار مردی با تقوا بود و دیگرش باشد به معصیت یعنی به گناه دست میزد. و این دوستی که به طاعت بود بارها او را تأکید میکرد که از این کار دست بکشد. اون دوستی که به معصیت دست میزد بارها اصرار میکرد، ملعصف باز به گناه دست میزد. و روزی شد که این دوستی که عبادتکار بود، عابد بود، با اون دوستی که بسیار به معصیت دست میزد بسیار ناراحت گشته گفت تو به این گناهایی که دست میزنی اصلا الله تو را دیگر نمیبخشد، اصلا الله دیگر تو را نمیبخشد. وقتی که این گپ گفت اونها در گذشت زمان هرچو از دنیا فوت کردند و الله متعال اون دو را حاضر کرد و اون مرد را که این سخن گفته بود گفت آیا تو مشیت الله را یعنی خواسته الله را میدونی؟ تو آیا از علم الله آگاه هستی؟ به این گپش راوی که ابو هریره رضی الله عنه است میگوید که این مرد سخن را از زبان گفت که هم دنیا و هم آخرت خود را سوزاند. بعدا پیامبر خدا صلی الله علیه و گفت الله متعال این مردی را که این سخن گفت که به سوی برادرش که اصلا الله تو را نمیبخشه به سبب این گپش گفت ای را بری به جهنم. اون مرد گناهکاری که بعدا به فضل الله به هدایت الله توبه کردگی بود او را گفت بری به جنت. عزیزان دل، مقصد از این حدیثی که میگویم چی است؟ مقصد از این حدیثی میگویم که امروز بعض برادرای هستند که اگر یک خواهر باشد، بالفرض کردیم یک برادر باشد، به بعض عمل دست میزند، البته اون عملش بد است، عمل بسیار شنیع است، لیکن او را میگن که این آدم تمام دیگر جهنمی است، این آدم دیگر راست فقط جوش جهنم است، این دوزخی است، دیگر گپا میگویند. اصلا این گپا گفتن برای مسلمان جایز نیست. برادران علیه السلام، خواهران عزیز، وقتی من شما میبینیم یک انسان را که به اسلام توهین میکند یا با مقدسات دین توهین میکند یا به بعض معصیت ها و گناه ها دست میزند، ما طبق شریعت باید عمل کنیم، نه از غضب و از طرزی که ما را مایل است اون گونه صحبت کنیم، بلکه دعا کنیم که الله هدایتش کنه، چگونه که پیامبر در حق حضرت عمر رضی الله عنه دعا کرده بودند. دعا کنیم که الله هدایتش کنه و اگر لایق هدایت نباشه از بر ما دور شو کنه تا که فتنه و بلای دین نشوند. این گونه صحبت کنیم و اون صحبت هایی که او جهنمی است، او دوزخی است، از این سخنها پرهیز کنید طبق این حدیثی را که براتو بیان کرده بودم. الله متعال زبانهای من شما را از این گپا، از این الفاظهایی که سبب دوزخ رفتن من شما می شود، الله مهربان یک و یکی من شما را نگه بدارد.